مردی رفت پیش روانشناس و از بدبختیاش گفت. دکتر گفت به سیرک شهر برو، اونجا دلقکیه اینقدر تو رو میخندونه که بدبختیات یادت میره. مرد لبخند تلخی زد و گفت من همون دلقکم. دکتر گفت به جهنم. مرد گفت بیخود کردی مرد عزیز، پول ویزیت دادم باید درمونم کنی. دکتر گفت برو پیکارت، من همینو فقط بلد بودم. مرد گفت پس پولمو پس بده. دکتر پولشو پس داد. نکته داستان، مردا دروغ گفت، دلقک نبود، زرنگی کرد و پولشو پس گرفت. درمون رو هم که یاد گرفته بود رفت سراغ دلقک. نه خیر، این نکته که تو گفتی تاکتیکیش بود. یه نکته استراتژیکی هم داره که ندیدی. دکتر خودش با دلقک و سابسیک دست به یکی کرده بودن. زرنگ دروغگو رو کلا سرش گذاشتم، یه بلیت سیرکم انداختم بهش، بدبختیاشو بیشتر کردن. آیه دکتر، مقام عظما در توجیه سوتوکوری روز قدس خیلی ضعیف ظاهر شدن، در حد انتظار نبود. اینکه هوا گرم بود و مردم شب قبلش نخوابیده بودن که نشد حرف حساب. بسیجی کودن هم اینطوری گول نمیخوره آیه دکتر. آره خیلی ضعیف بودن و اصلا در حد انتظار ظاهر نشدن. بسوز پدر ترس که آدم رو میندازه به هزیون. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفرمودن که پسره با باباش داشتن فیلم ترسناک میدیدن، یهو باباه خوابون زیر گوش پسره گفت چرا میزنی؟ باباه گفتش که اگه بفهمم به کسی گفتی که من چقدر ترسیدم بازم میزنم. روشن شد یا بازم بزنم برای تا بفهمی که با کی دارم. دکتر کاش داستان مقام عظما هم فیلم ترسناک بود. این که فیلم نیست. ولی از حق نگذریم، ریشه یابی بی سابقه کردن در مورد دلیل وضعیت خراب اقتصادی. گفتن یکیش توطئه دشمنانه، یکی هم مردم که اسراف میکنن و ولخرجی میکنن، عادت کردن به سفر خارجی و وارد کردن جنس از خارج. اینها من حرفی ندارم ولی درسته که در مقام رهبری نظام اینطوری خودشونو ضایع کنن با این حرفا. الان تو وضعیتی هستیم که ایشون دیگه آب از عمامشون گذشته، خودش به این چیزا کاری نداره. خب تو هم کار نداشته باش که کی باور میکنه کی نمیکنه. حکایت مشنگه است که تو مترو خودشو زد به خواب، پیرمرده اومد دست زد به شونش گفت هوی گلابی من نمیخوام بشینم، چشاتو باز کن عین آدم بشین. با امید به این که منظورتون از مشنگ گلابی مقام عظما نبوده باشه میرم سر سوال بعدی. آی دکتر به نظر میرسه قپ مذاکره ریخته، الان دیگه پچ نیست، 100 تا نامه مینویسن به مقام عظما که بریم مذاکره کنیم تموم شه. این خودش یه بدبختی جدیده که به بدبختی‌های قبلی اضافه میشه. خلاصه یه چیزایی به جای دوا درمون میذارن جلوی عظما که خودش زهرماره، حالشو بدتر میکنه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که طرف افسردگی داشت رفت پیش روانشناس، دکتر گفتش که 10 جلسه مشاوره برات مینویسم میشه 3 میلیون. طرف گفت من خوبم که بشم فکر همون 3 میلیون که میکنم دوباره افسرده میشم که. روشن شد میامچین بزنم که بری پیش مشاوره روانشناسی. آیه دکتر منظورتون عاقبت تلخ و تیره برجامه؟ آره دیگه، تو جاده ناجور که بیفتی این داستان دیگه هرچی هم بری جلو مفت نمیارزه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفرمودن که 3 تا مشنگ داشتن یه یخچال سنگینی رو میبردن به بالاترین طبقه ساختمون. تو طبقه 5 یکیشون گفت صبر کنیم برم ببینم چقدر مونده. رفت و برگشت گفت یه خبر خوب یه خبر بد. گفتن اول خبر خوبه رو بده، خسته ایم لازم داریم. گفت خبر خوب اینه که یه طبقه بیشتر نمونده، خبر بد این که ساختمون اشتباهی اومدیم. روشن شد یا چه عرض کنم برات؟ آیه دکتر یه بحث ناراحت کننده دیگه داستان دعوت اصحاب رسانه بود که دوباره این بحث خستگی و ناامیدی و نگرانی توش مطرح شد. حاجی روحانی عباس عبدی آورد قاطق نونش بشه کمکش کنه، ولی بلای جونش شد و میز چپ کرد. آره با سلام و صلوات طرف آوردن، آخرش هم ضایع کرد. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر،
عرض کردم بله میفهمودن که دانشمندا کلی کار کردن، زحمت کشیدن سالها تا تونستن خوندن نوشتن به یه خرگوشی یاد بدن. خرگوشه که یاد گرفت گفتن خب اولی جمله تو بنویس. اینا برداشت نوشت شما مشنگا کار و بدبختی دیگه نداشتی؟ روشن شد یا بزنم که بریم با عباس عبدی کنفرانس مطبوعاتی بذاریم؟ لازم نکرده آقای دکتر، بریم به کره و راهنمودهای گیج کننده مقام عظما در قبال کره شمالی. مقام عظما الان خودش تا خرخره تو مخمسه است. چطوری برای کره دل میسوزونه و بهش راهنمود میده که مواظب بدعهدی یا استکبار باشه؟ اگه خدای نکرده برگردن بزنن تو پوز عظما، بهش بگن تو نظام خودت کسی کشکم باره راهنمودات نکرد، لازم نکرده به ما راهنمود بدی، ما چه کار کنیم؟ مگه ساده ای که فکر میکنی که عظما برای کره داره دل میسوزونه؟ مشکل که الان ترس برای وضعیت خودشونه. بعد از کره ترس با آدم چی کار که نمیکنه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن که طرف مرغداری باز کرد، روز اول سر یه مرغو کند، به بقیه مرغا گفتش که هر کدومتون تا فردا 3 تا تخم نذاره همین بلا سرش میاد. فردا اومد دید همه یکی 3 تا تخم گذاشتن، فقط یکیشون 2 تا گذاشته بود. گفت میخوای سرتو ببرم؟ گفتش که نه آقا به خدا من خروسم، میفهمی؟ خروس. روشن شد یا همچین بزنم که چه عرض کنم دیگه اینجا. آقای دکتر جنبندی نهایی بحث. جنبندی نهایی بحث این که خیلی روشنه، حرف روشنه. درسته که همش بحران داریم، نه راه پس نه راه پیش، ولی مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض کردم بله میفرمودن که امید رو از اون نجار یاد بگیر که مغازش آتیش گرفت ولی با همون سوخته ها، همون چوب سوخته ها زغال فروشی باز کرد. آفرین به این مثال امیدبخش. البته موادم میفروخت که دشمناش لوش دادن. ما الان این مرحله رو هم رد کردیم. مثلا همین داستان FATF جلوی همین کارامون رو گرفته دیگه. پس جلوی چی رو گرفته دیگه؟ آقای دکتر چه جنبندی علکی بود که کردی؟ یعنی میخوای بگی من بالاترین بحثای روز نظام رو برداشتم